سلام، قرار نقاشی خیلی زیبایی با گواش آریا بکشیم. خوشحال میشم تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. سابسکرایب و لایک فراموش نشه. بعد از اینکه طرح اولیه رو با مداد کشیدیم، با استفاده از ماژیک یا رابید دور اونو پررنگش کنید. طرحتون رو کامل که کشیدیم، اضافاتم پاک کنید. حالا میریم سراغ گواش. با استفاده از رنگ آبی و سبز یه رنگ سبز آبی جذاب رو ایجاد میکنیم. خوب همش میزنیم که رنگ ها با هم مخلوط بشن. قسمت پشت سر توتیا رو با استفاده از رنگ سبز آبی با دقت رنگ کنید. بعد از اینکه قلمتون رو شستین، حالا وقتشه که دوتا رنگ دیگر رو هم درست کنیم. با استفاده از رنگ قرمز میخوایم رنگ صورتی و رنگ نارنجی رو درست کنیم. اول رنگ قرمز و زرد رو با هم قاطی میکنیم، رنگ نارنجی درست میشه و با استفاده از رنگ قرمز و سفید رنگ صورتی رو هم درست میکنیم. قلمو رو که شستیم، دوباره رنگ سفید رو با یه مقدار خیلی کمی سبز و یه مقدار بیشتری از رنگ زرد ترکیب کنید و رنگ سبز پسته‌ای رو درست کنید. هر قسمت از طراحی یا نقاشی راحت نبودین، کاغذ یا بومتون رو بچرخونید که به راحتی بتونید رنگ‌آمیزی و طرحتون رو کامل کنید. برای رنگ‌آمیزی نوک توتیا به رنگ خاکستری نیاز داریم. با ترکیب رنگ مشکی و سفید رنگ خاکستری رو ایجاد می‌کنیم. هر چقدر رنگ مشکی بیشتر باشه، خاکستری تیره تر و هر چقدر رنگ سفید بیشتر باشه، خاکستری شما کم رنگ تر میشه. امیدوارم خوشتون اومده باشه و ممنونم ازتون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید.